میرم و میرم بری بالا میرم پیشیش کسا میرم و پیشی لیلا میرم با خدا دختره قشراق گرنی باید با قوتن کار پر میکن دست پیشون با قوتن. ما 5 سری خر پر جیل میکردیم 5-6 ساعته را آدم ها با ماشین میرون ما پیاده میرفتیم دختره قشراق مزارو را زیارت میرفتیم و بیگرم نمو جا بودن دخترکا قشلاق جمع میشده میرفتیم خر پر جیل میکردیم همه کسا هم پیاده میرفتیم و یا خیلی وقت همراهمون دخل سوار میکردیم با ما پیاده میشیم و یا میشتن هم تایم دختره قشلاق گرنی با قوتیم چا کردین دختره قشلاق بهترینن صدقشون بشم خدا عمر دراز شم تا زندگی بهترین نصیب شم بگردونن دختره شرع قشلاق خیلی فرقی دارن دختره قشلاق گلن 5 شون اینا بطاری زلفی مسد هزاره شه بچه ها بین قطاره دیلی مرده من یک گپتان دارم پیشنهاد خوش رو گوش کنین چونکه یک روز با مصلحت های من بعد میگین که کاش که گپ ها میگرفتم. بسیار زنها در خانه بیکارن بسیار زنها کار میکنن یکی میخوان که با درآمدی خوب داشته باشن. سالا پیش در یادتون باشه من مایدهک بدم پیش خونه ها میوردن در پاکت ها بروی همه فابریک بودن میفتن که نمیخرین عذاب بود. خودی ما هم کار میکردیم در فابریک در همی خنکی هایی که از برف زده ایسا میرفتیم خونه با خونه میگشتیم. وازی باشه بینین چه زمانه پیشرفت شده که اوجه زیاده 27 سال شرکت فابریک کار فعالیت میکنه. هم کسانی که میگن دروغه برای خودشون لگیش نفکر کنن که اگر دروغ می بود شرکت محکم میکردن. برایم قدر همه حیات هیچ وقت با گپ یگان کس گوش نکنه هیچ وقت با گپ یگان کس زندگی نکنین. خداوند هر کس عقل دادگی با عقل خودتون کار بفرمین. بیسین فکر کنین من رنگش موال باور نمیکنم افتم دروغه. وقتی که کار میکنی وقتی که فکر میکنی که چی با 27 سال زیاد شده شرکت محکم نیست شرکت قانونی کار میکنه شرکت کنفرانسی کلون میگذارونه که در تاجیکستان در رئیس دیگر دولت ها میشه میبینی چه دیرکترون صاحب توفه ها صاحب پوچوف بچان دولت ها میروند. شرکت значит حقیقتا راسته شرکت حقیقتا قانونی کار میکند. برای همین همه وقت به عقل خودتون کار کنین. برای که در کار فابریک موفق شدن شما باید نستانی که خوب داشته باشین. بعضی آدم‌ها هستن که نستانی که خوب ندارن برای همقدر ای کار دل مونده میشود. اپای عزیزان تئوری که تمام زنها دا کمک رساند به نهایت انسانی خوب انسانی خوشمعامله. ما رقم های واتساپ شونه مثل کرمی چیکن راست واتساپش میدرویا حتما میگه ما اینو اپای صوفی اومده ایم به پول رجیستراسیون میکنه یک بار تقدیر خودتون بسنجه انشالله ما باوری دارم که ناامید نمیشیم. شما را صاحب توفه ها تا دیرکتر شهر بوده میرسونه یعنی که ای همین نال سر کرده تا همون آیلی گیریتونه که 21 روز پس آیلیت میگیرین توفه ها میگیرین تو پوچوف که بچان دولت ها همش بوده میرسوند. چخیلی گفتم چندین نفر شاگردان تیار کردگی برایم کدومی که همراه پای عزیزون کار کردگی پشیمونش دیگه نیسته. من همه وقت نستمنیکای بهترینه برای شما توصیه میتونم. مرحمت چی سوالی که دارین میتونین که با خودش مراجعت کنین. با گپ هیچ کنی با گپ خودتون گوش کنین. فقط شما خواهش با کار داشته باشین و در این کار شسترک باشین.